این میوه‌های سیتروسی در دهه جوریز دهاتی با نام عبدی عوضов در ناحیه وسه پرورش یافتند. 10 روزه سوم ماه ینور با آن نگاه نکرده که اویله یولداشف از ماه دکبر با جانوری حاصل گرمخانه شروع نمودند تا این دم نیست آن را جمع آورده باشند هم اینجا همان حاصل فراوان است. طبق اطلاع خال محمد حاصل امساله درختان نهایت بسیار است. از هر یک نهال گرمخانه به قدر تا 1000 دانه لیمون محصولات از لحاظ اکولوژی تازه جمع آورده ایستادند. در دهه دو سه گرمخانه داریم که هم ما نمیرم ای بزرگ بخریم میایم هم گرمخانه اینا مثلا چند تا 10 تا در کار 5 تا در کار از همینجا با نرخ ارزان خریده میریم. گرمخانه مسئول مهنت خال محمد یولداشف می باشد. 10 سال پیش آن را پدرش خدیرعلی یولداشف با مصلحت عمک سفر جان قابیلوف ساخته است. اینجا 48 نهال لیمون در شرایط مساعد پرورش می‌یابند. اوید صفت محصولات عمک سفر میگوید لیمون این گرمخانه شیرین است زیرا آن پخته رسیده سپس جمع‌آوری می‌گردد و حاصل آن نه تنها به بازارهای داخلی همچنین به شهرهای فدراسیای روسیه صادرات می‌گردد. و شوی ما همین دهه خودمون با مسکو یا که با روسیه میروند از همینجا اومده همین لیمونای همین خریدن به همون روسیه را میبرند. بس روسیه سالیخرد و تومن و تمام اینجا همین لیمونای گرمخانه ما رفته ایستاده. خال محمد یولداشف در استفاده گرمخانه پرورش و نگه‌آبی نیالها از متخصصان و عمک سفر تجربه گرفته است. حاصل گرمخانه ذبح آنها را در سمت تشکیل باز گرمخانه دیگر زیاد نموده است. اکنون مقصد دارند در دهه جوریز پرورش دیگر نمودهای میوه‌های سیتروسی را براه مانند. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهورов از ناحیه وسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.